انورعلی منوروی 56 ساله کمتوان گروه دوم 8 سال است مشتری شعبه خدمت رسانی به شخصان دارای امکانات محدود کتابخانه ملی تاجیکستان است. او شخص تنهاست، حتی خانه ندارد. بیشتری وقتش را اینجا میگذراند و شاعر است و شعر و حکایه می نویسد. من رنگی شعری دیگه در برای بهار و در برای افتا و کبوتر نمی نویسم. من می نویسم در برای زندگی، دختره که بیده است، در برای عاشقی، بچه دختره می پرتو، دختر بچه را می پرتو. این هم پرابلم ده، هم چیز پرابلم است. فقط هم خیلی من یکون شعری خیلی نمی نویسم که بارون بارید و بسیست. من خیلی نیستم. حکایه ما همش تربیت. در تاجیکستان برای 160,000 افراد دارای امکانات محدود نه در همه جا شرایط و خدمت رسانی مساعد است. اما کتابخانه ملی تاجیکستان برای این افراد شعبه ویژه‌ای را اختصاص داده است که 926 خواننده ثبت نام شده دارد و با گفت مسئولانش همه روزه حتی در روزهای استراحتی نیز کار میکند و اینترنت رایگان را در اختیار آنها میگذارد. اکثریت خواننده‌های ما دانشجو هستند، دانشجویان برای تیار نمودنی درس‌های خود می‌بیایند و برای این قشر جامعه همه شرایط فراهم آورده شده است. 6,000 زیاد کتاب داریم، هم به زبان تاجیکی، به زبان روسی و با خط برایلی. غیر از این ما 6 عدد کامپیوتر فعال کرده شده است. با شبکه اینترنت پیوسته است. برنامه جاز برای شخصان نابینا و ما اکثریت کتاب ها رو ثبت کرده هستیم. ثبت گویا اونا به توسط گوشمانک کتاب های درکاری مطالعه میکنند. شعبه به شخصان کمتوانی که امکان آمدن به کتابخانه را ندارند یا افراد پیرانسال و برجامانده در یک هفته 2 بار کتاب میرساند. در این کامپیوتر برنامه ویژه جاوز نصب شده است که شخصان کمبین و نابینا را راهنمایی میکند و وقتی که آنها به این کامپیوتر وارد میشن به طریق صدای آنها را راهنمایی میکند. رحیمه اعظم مدیر بخش مطبوعات کتابخانه میگوید شخصان سخاوتمند به کتابخانه‌های کمتوان یاری‌های مالی و مادی نیز میکنند. من بارها مشاهده کردم که وقتی آنها میآیند اینا آنها را چون منتظر کارمندان شعبه آنها را منتظرند در محفل ها یا بدون این هم آنها که زنگ میزنند کارمندان رفته آنها را با دست گرفته یا خود نگهبان آنها را تا شعبه میارند و میشینانند و باز گسل می نمایند، یعنی پیشواز و گسل میگیرند. در سطح خوب آنها راضی هستند چون آنها دلی نازک دارند، مناسبت مخصوص میخواهند، مهربانی بیشتر را از ما انتظار هستند از جامعه. همچنین در این شعبه گوشه برای نمایش و فروش آثار هنری دستی این افراد تأسیس شده است که بازدید کنندگان و گردشگران خارجی آنها را میخرند و کارمندان شعبه مبلغ آن را به صاحب آثار نفیسه میرسانند. اما نه هم از امکانات برابر برای این افراد حرف میزنند. همچون پدری فرزندی که موهبت ذهنی دارد، اوتیسم دارد، اوتیسم بسیار وزمین دارد، البته بسیار چهره‌ها دیده میشوند، آنها سال به سال زیاد شده میشن، لیکن در سطح البته کافی نیست. ما میتونیم بگیم که البته هست آن رویه هایی که ما باید به آن طرف مایل کنیم، دیگرگونی تغییرات رو داریم تا اینکه زندگی آنها تو رفت بهتر شود. اساساتی شخصان دارای معیوبیت کمیسیون آنها میرد تشخیص میکند که مثلا بنایی که باید با استفاده سپارند با طلبات زمانوی جوابگو هست یا نیست، لیکن آنها بسیارتر با طلبات شخصانی که دارای معیوبیت جسمانی دارند اهمیت میدن، لیکن کمتر با فکر شخصی من طلبات نازکی شخصانی که معیوبیت ذهنی دارند بیرون از نظر آنها میماند. در تاجیکستان تا 70% شخصان دارای امکانات محدود را زنان و کودکان در بر میگیرند که از جمع آنها 32,000 را کودکان تشکیل میدهند. تاجیکستان اعلامیه سازمان ملل متحد مربوط به حقوق معیوبان را سال 2018 به تصویب رسانید که این بعد باید برای این قشر کمتوان در همه بخش ها سهولت ها را در نظر بگیرد. حالا روبرو شدن با تبعیض
وجود مانع‌های اجتماعی، دسترسی به محیط، نقلیات و اطلاعات، نبودن ترجمان‌های زبان ایما و اشاره، امکانیت‌های نابرابر و نقض دوامدار حقوق شخصان کمتوان از عمده‌ترین مشکلات این افراد در تاجیکستان دانسته می‌شود.